امروز فرزند فرزانه ملت که روزی مولود دارند هزار ساله ها در تخت ملت باشند. به قول فردوسی بزرگ به نام خداوند جان و خیرت که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام، خداوند جای، خداوند روزیده یا راهنمای، خداوند کیهان و گردان سپر، فروزنده ماه و ناهید. خداوند کنه که جناب عالی در سر این ملت هزار ساله ها در سر این ملت باشد، سایبان این ملت و پیشوای ملت باشد. همیشه سربلند باشند، خدا 100 ساله شوند، بعد از آن پیر شوند. همیشه در تایستان خیلی تنجی و آرامی باشد و خوان آنم که عمرشان دراز شود. الهیم 1000 ساله شوند. همین تاجیکستان همه وقت آباد باشد. که من بحر پیشروی ملت با پیشروی ملت سربلندی، سعادتمندی، عمر بردوام و تمامی بردباری ها رو تمنا دارم. اولا تبریک میکنم الهی 1000 ساله شوند، همه وقت مشکلاتشون آسان شود. همین چی مراد و مقصد دارن برای آبادی همین تاجیکستانی عزیزمون همه وقت گفتهشون و وایشون برار گیرد و بعد از آن چی مراد مقصد دارن اجرا شود. ملت دویم سلامت باشن. پیش از همه یک شعار هست: جاویدان بود تاجیکستان با پیشوای ملت محترم امانوئل رحمان. من تاجیکستان رو دیاری بیشتاسای خودمان رو به پیشوای ملت تصور کردن نمیتونم. بگذار سلامت باشن برای ما باشن. تمام داریم که همیشه پیشوای ملت در همین همیشه سربلند باشن در همین در جمهوری ما، همیشه برای مردم جمهوری تاجیکستانی ما همیشه سرور باشن. تمنا می‌کنیم که همیشه همین خیلی سبز خرم باشه، خیلی عمرش دراز باشه و در سر ما باشه. امروز زادروز جناب عالی پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت، به روز تولدشان تبریک. خداوند همیشه سربلند باشد و در بالای سر ما باشد، ملکمون همیشه آباد باشد.